اینجا توی اتاق هتل یک گاف صندوقی هست که اگه شما مثلا میخواد برید بیرون وسایل گرانبهای خودتون رو مثلا میخواد بذارید داخل اون و محافظت کنید ازش. اینجا یه دستورالعملی هم هست که توضیح داده که چیکار بکنید. یک کد 4 رقمی بهش میدید و مربع میزنید. مثلا من اینجا این کد رو میدم و مربع میزنم. خب این الان فعال شد و حالا من بازش میکنم به همون کدی که دادم، باز میشه و مثلا خب من چیز گرانبهایی که دادم خب دوربین هست و اونو داخل این میذارم و کدو میدم و بسته میشه. واقعا مایورکا یک تکه از بهشته و من به شما توصیه میکنم، در واقع براتون آرزو میکنم که اینجا رو تجربه بکنید و در تعطیلاتتون حتما در صورت امکان به اینجا سر بزنید و تجربیاتتون هم با ما در کامنت ها در میون بذارید. اینجا هم در واقع شما میتونید با این چهارچرخ‌ها از هتلتون به سمت ساحل برید و اون جلوی چهارچرخ هم میتونید بچهای کوچیک رو بنشونید تا بتونید بیشتر مراقبشون باشید و در قسمت‌های دیگه و مغازه‌های دیگه هم میتونید دوچرخه و همچنین ماشین اجاره بکنید همونطور که ملاحظه میکنید. واقعا آدم احساس میکنه که یکی از خیابون‌های تاپ آمریکا داره قدم میزنه. خیلی جای قشنگیه، خیلی زیباییه و واقعا آدم لذت میبره.
اولین جایی هم که میتونه توجه شما رو جلب کنه اینجاست که کتاب به زبان آلمانی، اسپانیایی و انگلیسی موجود هست و خیلی راحت میتونید برید و اینجا کتاب قرض بگیرید ببرید خونه بخونید، هتل بخونید و یا اینکه همینجا میتونید دراز بکشید و به مایورکا بیاین یا همون مالورکا بیاین و از این تکه از بهشت لذت ببرید. Not a lot. I know when as soon as you get to this, you ready?